سلام، به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. امشب یه نون سیر لقمه‌ای داریم. یه نون سیری که درست کردنش خیلی راحته. همه نکته هاشو بهتون گفتم تو این ویدیو. میتونید درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. البته اینم بهتون بگم که این نون سیری که امشب درست میکنیم میتونه یه غذای سبک و ساده و خوشمزه باشه. ببینین به به به، اینم از بافتش و از پنیر و عطر سیرش هم که اینجا پیچیده، واقعا جاتون خالی. این نون سیر یعنی در حقیقت مینی لقمه های سیر، از اون چیزی که فکر میکنیم واقعا راحت تر درست میشه. هیچ کاری نداره درست کردنش، حتی خمیرگیریش هم بسیار راحت و آسونه. آرد و داخل ظرف میریزیم، بهتره از آرد نون استفاده بکنید و شکر رو به آرد اضافه میکنم. همینطور یک کمی نمک و فلفل میزنم که نونم مزه دار بشه. فلفل رو زیاد نمیزنم و اینم نمک اضافه میشه. خب وقتی اینا رو با هم دیگه مخلوط کردید، بعد هم میزنید و وسط این آرد و این مواد رو یه حفره به این حالت ایجاد میکنیم. مخمرمون یا همون پودر مای خمیر خشک رو میریزیم داخلش و بعد هم آب رو اضافه میکنیم. این آب باید که ولرم باشه، حواستون باشه فقط یخ نباشه، یعنی دستتون حالت سوزش و اینها پیدا نکنه ها. در حد 2-3 دقیقه بهش زمان میدیم و بعد از اینکه 2-3 دقیقه زمان دادیم کارمون رو ادامه میدیم. حالا شاید حتی 2-3 دقیقه هم کمتر لازم باشه. همین که این حباب ها رو شما روی این آب دیدید کافیه. خب الان روغنی رو که داریم، 1 قاشق تقریبا به اندازه 1 قاشقش رو ببینید من نگه میدارم، بقیهش رو ریختم داخل مواد و حالا شروع میکنم به هم زدن و خمیر کردن موادمون. همونطور که دیدین اصلا تخم مرغم نداشت و درست کردنش بسیار راحت بود. مواد اولیه‌اش هم خیلی خیلی کم و مختصر. همینطور هم میزنم. دوستان ممکنه وقتی که شما تو این مرحله مواد رو با هم مخلوط کردید، ممکنه که خمیرتون گاه هم پیش میاد که یه ذره شل بشه، زیادی چسبنده باشه و یا یه کمی خشک و سفت بشه. با کم و اضافه کردن آرد و آب ما این رو میایم تنظیم میکنیم. البته الان یه خمیر خوب در اومد و اصلا دیگه نیازی به هیچی نداره. حالا من با کمک یک کاردک شروع میکنم یه ذره اینو به این صورت ماساژ میدم. برای اینکه خمیر هنوز چسبندگی داره و میخوام به دستم نچسبه، من به این حالت میام از کاردک استفاده میکنم. خب اگر احیانا دیدیم میچسبه، خیلی خیلی کم آرد به دستمون میزنیم و به میز کارمون و یه مقدار هم به این صورت خمیر رو روی میز کار با کاردک و با دست مالش میدم. ببین این کاردک برای جدا کردن خمیر از میز کار حین ورز دادن باید همش باشه در کنارتون. خب اگر یادتون باشه من یک کمی از روغن رو نگه داشته بودم. اون یک کم روغنی رو که نگه داشتم روی دستم میریزم. البته یک دفعه نه، توی چند مرحله. یک کم هم هر دوتا دستم و هم میز کارم رو باهاش چرب میکنم و به این صورت شروع میکنم به ورز دادن خمیر. زمانی که احساس کردم خمیر داره به دستم میچسبه یا به میز کار، دوباره یه مقدار دیگه از روغنی رو که نگه داشته بودم اضافه میکنم. ببینید دوستان، برای ورز دادن اینجوری نکنید، این مفصلای انگشتاتون به شدت آسیب میبینه. همونطور که میبینید من اصلا از انگشتام استفاده نمی کنم و برای ورز دادن فقط از این قسمت دستم دارم کمک میگیرم. هیچ فشاری به خودتون، به دستتون، به مچتون، به گردنتون نیارید. همینطور نرم و روون خمیر رو ورز بدید. این ورز دادن حدود 5-6 دقیقه زمان میبره، اما بستگی داره به حالت ورز دادن شما.
اگر درست و خوب ورز بدین خمیرتون 2-3 دقیقه‌ای آماده میشه. این خمیر رو الان من یه ذره روغن داخل کاسه میریزم، خمیر رو داخلش میچرخونم که همه اطراف خمیرم روغنی بشه. یه برش به علاوه روی خمیر میزنم و روی خمیر رو میپوشونم و میره برای استراحت. حتما با یه دستمال بپوشونید یا با یه نایلون بپوشونید که رطوبت خمیر خارج نشه. برای استراحت خمیر از دمای محیط، دمای معمولی استفاده کنید. ببین خمیر رو به هیچ عنوان نباید جای خیلی گرم قرار بدید و نباید جای سرد قرار بدید. در حقیقت اون مخمری که داخل خمیره یه موجود زنده است و دمایی که خودتون توش احساس خوبی دارین همون دما برای استراحت خمیر هم مناسبه. زمان استراحت خمیر رو دقیق نمیتونم بهتون بگم، به این دلیل که خب توی محیطی که شما کار میکنید ممکنه دما خیلی متفاوت باشه، ولی اینو بدونید هرچی که دما بیشتر باشه خمیر سریعتر پف میکنه و بالا میاد. اما این اصلا اتفاق خوبی نیست. ما اتفاقا میخوایم توی یک دمای متعادل خمیرمون رو استراحت بدیم تا رشد ناگهانی و سرعتی خمیر رو نداشته باشیم، چون در این صورت نونی که به این روش خمیرش پف کرده و ور اومده رو وقتی میخوریم معدتون میسوزه و احساس خوبی ندارید. مخمر باید آروم آروم در طول زمانی که میگذره رشد بکنه و اینم نیازمند یک دمای معمولیه. اما اگر حدودی بخوام براتون بگم بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم طول میکشه تا خمیرتون پف بکنه. موادی که برای روی در حقیقت این نون سیر ما نیاز داریم پنیره. من از پنیر خامه‌ای استفاده میکنم. هم میتونید پنیر خامه‌ای استفاده کنید، هم میتونید ماسکارپونه استفاده کنید و یا از پنیرهای لبنه و اینها. یه پنیر نرم و لطیف در حقیقت ما میخوایم. پنیر رو من ریختم. جعفری داریم، جعفری خرد شده 1 قاشقه، ولی اگر دوست داشتید یه ذره بیشترم بریزید اشکالی نداره، میتونید این کار رو بکنید. و سیر که اگر کوچیک باشه 2 حبه، اگر سیرتون بزرگه 1 حبه. سیر هم به این صورت اضافه میشه. حتما از سیر خشکی که همون لحظه شما لهش کردید استفاده کنید. منظورم اینه که از حریره سیر که توی یخچال آماده دارید و اینها بهتره که استفاده نکنید. حدود 1 تا 2 قاشقم روغن زیتون بهش اضافه میکنم. اگر دوست دارید یک کمی فلفل سیاه بزنید. ببینید دیگه این فلفل و اینها سلیقه‌ایه، ولی در کنار سیر و روغن زیتون و پنیر خوشمزه میشه. نمک دیگه اصلا نیازی نیست بهش اضافه کنیم، چون خود پنیرمون یه مقدار نمک داره. این مواد رو قشنگ با هم میزنم. سیر کامل و 1 نواخت پخش بشه و میذارم کنار و منتظرم تا خمیرمون استراحت کنه و پف کنه که بتونیم فرمدهی رو انجام بدیم. خب بعد از گذشت تقریبا 1 ساعت و خورده خمیر من به این شکل در اومد. ببینین حالا خمیر رو از داخل کاسه میارم بیرون. یک کمی اینطوری ضربه میزنم تا هوای اضافی داخل خمیرم گرفته بشه به همین حالت. و بعد اگر توی این مرحله میچسبید یه ذره آرد میتونید استفاده کنید، ولی الان این اونقدر نمیچسبه که من بخوام آرد بزنم. حالا اگر حین کار ببینم داره میچسبه یه ذره آرد بهش اضافه میکنم. میام حالا این خمیر رو چونه های کوچیک میگیرم. تقریبا فکر میکنم این خوب باشه براش اندازش. این چونه ها حدوداً 40 گرمی هستن دوستان. حالا اگر شما دوست داشتید یه ذره بزرگتر یا کوچیکتر باشه هیچ موردی نداره. میتونید خودتون این نون سیرتون رو یه ذره کوچیکتر یا بزرگتر درست کنید. خب بعد از اینکه این چونه ها رو گرفتید، حالا به این صورت من اینا رو گردشون میکنم. ببینید خب و بعد روی میز کارم و یه گوشه رو
یه مقدار آرد میپاشم. حالا یا داخل سینی، اگر شما میز کار راحت ندارین میتونین داخل سینی یه کمی آرد بپاشید و این خمیرها رو که چونه گیری میکنید روی آرد قرارشون بدید. دقت کنین طوری چونه بگیرین که تمام درزها و اینها بره زیر و دیده نشه. روی آرد که قرارشون میدین با یه مقدار فاصله باشن، چون در طول این زمانی که برای استراحت هست این خمیرها پف میکنن و افزایش حجم رو ما داریم. خب چند تا شد براتون بشمارم ببینید. 2 4 6 8 10 12 13. تقریبا با این مواد ما 13 تا لقمه نون سیر داریم که البته برای هر نفر مثلا من فکر می‌کنم 3 4 تا لقمه نیازه. اگر که البته نون سیر رو بخوایم به عنوان یه پیش غذا سرو بکنید همون یه دونه کافیه برای هر نفر. ولی این نون سیر میتونه یه شام کامل باشه، اگر که البته با شامایی که یه کوچولو سبک‌ترن موافق باشید، که در این صورت دیگه مثلا 2 3 تا رو باید داشته باشید. خیلی خوب، اینا آماده شدن. من دوباره روشونو با یه پارچه میپوشونم، بهشون 10 دقیقه استراحت میدم. خب یه دونه تخم مرغ رو با چنگال حسابی هم میزنیم. برای رومال نون سیرمون میخوایم قشنگ هم بزنید تا از اون حالت لختگی در بیاد. ببینیم به این حالت. خب بعد اینو میذارم اینجا آماده باشه و توی یه ظرفی که یکم گود باشه که بتونم اونا رو بغلتونم داخلش کنجد میریزم. هم میتونید از کنجد خام استفاده کنید، هم میتونید از کنجد بوداده استفاده بکنید و اینکه از کنجد قهوه‌ای و سیاه هم اگر دوست دارید میتونید استفاده کنید. خب این دستمال رو تا نصفه برمیگردونم و به ترتیب از همون اول شروع میکنم. این رو برمیدارم. خب یک کمی از این رومال، بیشتر هدف به اطراف هست ولی خب روش هم میزنم، اما بغلا رو حسابی بزنید. بعد میندازم اینها رو داخل کنجد. ببینین دوستان یه ذره به دست من میچسبه ها، ولی من با این چسبیدنه مدارا میکنم. یعنی اگر بخوام انقدر آرد بزنم به خمیرم که اصلا نچسبه به دست، دیگه اون وقت خیلی خشک و سفت میشه. این رو قرارش میدم داخل سینی که کفش رو با کاغذ روغنی و یا با ورقه های نسوز پوشوندین. حالا بعدی رو هم درست میکنم. 2 3 تاشو درست کنم که شما قشنگ ببینید به این حالت. اگر ببینید یه ذره اینجوری به دستتون چسبید هیچ اشکالی نداره، خیلی آروم و آهسته جدا میشه. زمانی که میخواید بذاریدش داخل سینی دقت کنید قشنگ اون حالت گردیشو داشته باشه. یعنی اگر اون گردیه به هم خورده بود و به هم ریخته بود با دست یه ذره مرتبش کنید. این کار رو انجام میدیم تا تمام چونه ها به این شکل داخل سینی قرار بگیرن. خب و حالا کاری که انجام میدیم با یه گوشکوب یا با زیر لیوان، استکان، با هر وسیله‌ای که دارید، اگرم نبود که اصلا با دست، وسط این رو به این صورت یه مقدار من باز میکنم. ممکنه یه کمی بچسبه به گوشکوبتون ولی آروم به این حالت باز میشه. اگر احساس کردید که چسبندگی داره میتونید به این صورت این رو بزنید داخل آرد، بعد آردای اضافه رو بگیرید ببینید و بعد این کار رو انجام بدید. این دیگه اصلا نچسبید. دوباره بزنین توی آردای اضافه رو بگیرید به این حالت. همه رو به این صورت ما میایم گود میکنیم. این گودی که الان من دارم ایجاد میکنم جای اون پنیر و سیر و جعفری و اینها موادیه که میخوام وسطش قرار بدم. سعی کنید آرد رو حتما خوب بگیرید که زیر خمیرتون زیادی از حد آردی نشه.
اگر دوست داشتید که چونه های نون سیرتون دقیق همه یک دست و هم اندازه بشه، بهتره که وزن بکنید چونه ها رو. خب الان دیگه همه اینا آماده شدن. خب یه کاری که من توصیه میکنم انجام بدید اینه که با چنگال چند تا سوراخ هم کفش ایجاد کنید. این کار باعث میشه که پف کف نونامون کمتر بشه. خب حالا از این موادی که لایه پنیری که آماده کرده بودیم یک قاشق من میذارم از همین جا روی اینا و یه مقدار هم پهنش میکنم. تقریبا یه قاشق چایخوری برای هر کدومشون کافیه. این نون سیر واقعا لذیذ و خوشمزه میشه. همونطور که دیدین درست کردنش هم نمیگم زحمت نداره، به هر حال هر کاری زحمت خودشو داره، ولی خب با اون توضیحاتی که من دادم شما خیلی راحت تر میتونید درستش کنید. قشنگ داخل همه‌شون رو از این مواد میریزم. خب و حالا با پنیر موزارلا یا پنیر پیتزا دوباره روی پنیر قبلی رو پوشش میدیم. ببینید من وقتی که پنیر رو میریزم اینطوری یه فشارم با دست میدم به این صورت، یه فشار که قشنگ بره پایین. حالا اگر شما دوست دارید میتونید مثلا یه ذره فلفل دلمه، آویشن اینها رو هم اضافه کنید به موادتون، ولی من پیشنهاد میکنم یه بار دقیقاً همینطوری که من درست کردم شما هم درست کنید، خیلی عالی میشه واقعاً. خب دیگه الان تقریباً میشه گفت وقتشه که بره داخل فر. فر رو حتما از یک رو به قبل باید روشن کنید که گرم بشه و این نونها رو طبقه وسط فر قرارشون میدیم. دمایی که برای پخت احتیاج داریم حدوداً 190 درجه یا 200 درجه براش مناسب، سانتیگراد البته. و زمان پختتونم تقریباً یه چیزی حدود 15 دقیقه اینطوراست. حالا ممکنه که توی یه فری یه ذره بیشتر طول بکشه یا توی یه فر دیگه یه ذره کمتر بشه، در حد 2-3 دقیقه. اینا رو میذاریم داخل فر و بعد من میام آماده شدهش رو بهتون نشون میدم. خب به به به، عطر این سیر و جعفری و پنیر چه کرده دوستان. ببینید این شد نون سیر خوشمزمون که امیدوارم دوست داشته باشین، شما هم درست کنین لذتشو ببرید و نوش جونتون باشه.